هست و صبا مشک فشان می‌گذرد. دریاب که از کوی فلان می‌گذرد. برخیز چه خسبی که جهان می‌گذرد. بویی بستان که کاروان می‌گذرد. درود و خدا قوت به همسفرای عزیزم. به روز 14 از چالش شکرگزاری جان جانان در کنار جناب سهیل سنگرزاده و فرشتگان وبسایت sangarzade.com خوش اومدی. الهی به امید تو. مثل همیشه برنامه امروز رو به برنامه روزای قبل اضافه کن و انجام بده. بریم روز 14 رو شروع کنیم که کلی کار داریم. تمرین اول: از امروز نباید به هیچ عنوان کلمه منفی بگی. حتی مثلا نباید بگی وای امروز چقدر کارم سنگین بود، خسته شدم. یا حتی نمیتونی بگی خسته نباشی. باید به جاش بگی خدا قوت. بگو، بذار عادت کنی. سعی کن آگاهانه کلمات مثبت بگی. اما اگه یه وقت حواست نبود و کلمه منفی گفتی، خودتو سرزنش نکن. فقط بهش آگاه باش. چون تمرینه. هممون داریم تمرین میکنیم. تمرینم نیاز به تکرار داره. تکراره که شاه کلیده. مگه نه؟ قبلنم بهت یواشکی گفته بودم. پس صبور باش که هر روز داری از قبل بهتر و بهتر میشی. بریم واسه تمرین بعدی، یعنی شماره 2. از امروز تا آخرین روز چالش، یعنی روز 18، بهترین لباستو بپوش، بهترین عطرتو بزن، حتی توی تنهاییت. بله، تو لایق بهترین هایی. تمرین شماره 3: اولا که خودت باید لباساتو تا کنی. دوما که وقتی داری این کارو انجام میدی باید ازشون تشکر کنی. مثل همون ظرف شستنی که بهت گفتم. باید با لباساتم عشق بازی کنی و بهشون بگی الهی شکر که هستید و من شما رو میپوشم و باهاتون خوشتیپ میشم. خب امروزم به پایان رسید. نازنینم، یادت باشه که 4 روز دیگه عاشقانه کنار همیم تا با هم دیگه رشد کنیم. همه شما عزیزانم رو به دستای پرنعمت و برکت دلبر جان میسپارم. از همه سوی جهان جلوه او میبینم. جلوه اوست جهان که از همه سو میبینم. چشم از او، جلوه از او، ما چه حریفیم ای دل. چهره اوست که با دیده او میبینم. تو اتاقم تنها و غمگین نشسته بودم. همه چی برام تکراری و یک نواخت بود. پدرم بود، مادرم بود، به هم می رسیدن. هرچی می خواستم برام می خریدن. شکمم سیر بود. جای خوابم راحت و گرم و نرم بود. هیچ هیجانی نبود. انگار هرچی بود که باشه، فقط باشه که چشمام یه چیزی رو برای دیدن داشته باشه. یعنی اصلا من فرق بودن و نبودن هیچی رو نمیفهمیدم. انقدر که همه چی بود. فراوانی محض. مهیا شدن هر خواستم به محض خواستنم. اسم یه همچین جایی رو بهشت گذاشته بودم، در حالی که بودن توی این بهشت برام خسته کننده و ملال‌آور شده بود.
دلم میخواست بازی کنم، اما هر کسی که کنارم مینشست تا با هم بازی کنه فقط از من میپرسید چی بازی کنیم و اینکه دوست دارم چجوری بازی کنم. اصلا همین که من باید انتخاب میکردم که کی چجوری با هم بازی کنه حالم رو بد میکرد، چون میدونستم تو حرکت بعدی قراره چی کار کنه. از هیچی سورپرایز نمیشدم چون تو بهشت بودم. چرا باید از باز کردن کادوی خوشحال میشدم که خودم میدونستم توش قراره چی باشه؟ و آخر شب خسته و کسل بدون هیچ امیدی تصمیم میگرفتم بخوابم و دوست داشتم برای همیشه بخوابم، چون هیچ دلیلی برای بیدار شدنم نداشتم. یه شب قبل از خوابیدنم به این فکر کردم که چقدر دنیای خواب جذابه. توش اتفاقایی میفته که من حتی روحم خبر نداره قراره بیفتن. انگار جالبترین و جذابترین بخش زندگیم خوابمه، چون حرفای تازه داره. با خودم گفتم چی میشه اگه یه کاری کنم وقتایی که بیدارمم خواب ببینم تا زندگیم جذاب بشه. تصمیم گرفتم چشمامو ببندم و خواب ببینم. البته نمیتونستم اسمشو بذارم خواب چون بیدار بودم، پس باید یه اسم دیگه براش میذاشتم. اسمشو گذاشتم رویا. آره، رویا رو برای خوابهایی انتخاب کردم که وقتی بیدارم میبینم. باحال شده بود. خوشحال بودم چون انگار کم کم داشتم وارد یه بازی میشدم. چشمامو بستم و شروع کردم تصور کردم که یه قطار بزرگ و مهیب از دور داره میاد. یه قطار خیلی خیلی بزرگ. هرچی نزدیکتر میشد زمین بیشتر و بیشتر میلرزید. سریع لباسمو پوشیدم و دویدم دم در. وای خدای من، کی اینقدر برف اومده بود؟ من حتی نمیدونستم که برف اومده. خیلی سرد بود. عجیبه، انگار اون قطار میخواست جلوی خونه ما توقف کنه. آخه چرا باید یه همچین قطار بزرگ و عجیب و غریبی در خونه ما توقف میکرد؟ رفتم جلو تا اینکه ایستاد. داشتم واگن‌هاش رو نگاه میکردم. از این طرف و اون طرفش صدای بخار آب و خالی شدن هوا میومد. خیلی عجیب و رازآلود بود. روی تک تک واگن‌ها 3 حرف بزرگ انگلیسی نوشته شده بود. SBF. یعنی چه معنی میتونست داشته باشه؟ ناگهان صدای مردی رو شنیدم که میگفت همه سوار شن، همه سوار شن. راستشو بگم یکم ترسیده بودم. صدا از چند تا واگن اون طرفتر می اومد. سایه اون مرد از لابلای مه و دود و بخاری که دور قطار بود پیدا بود. 2 انتخاب داشتم. یا باید به ترسم و شک این که نکنه اون مرد و اون قطار میخواد بلایی سر من بیاره اهمیت میدادم و برمیگشتم میرفتم توی خونه، که انتخاب جالبی نبود، چون تو خونه هیچ حرف تازه‌ای نبود که بشنوم. همون زندگی خسته کننده و کسالت آور همیشگی. یا باید به ترس و شکم غلبه میکردم و چند قدم میرفتم سمت اون مرد که ببینم این قطار و اون مرد برای چی تا اینجا اومده؟ چرا در خونه من توقف کرده؟ دومی رو انتخاب کردم و جلو رفتم تا جایی که کفشای اون مرد رو روی زمین میدیدم. جالبه روی کفشاشم نوشته شده بود SBF. سرم آوردم بالا. یه آقایی با ریش‌های بلند و عینک گرد کلاسیک که یک کلاه لوکوموتیورانی SPF روی سرش بود و یک کت و شلوار آبی رنگ تیره پوشیده بود، با لب خندون و صدای گرم و لحنی مهربون ازم پرسید خب میای؟ گفتم کجا؟ گفت
این چه سوالیه؟ خب معلومه یه سفر چند روزه تمام عیار به دور دنیا. تو این قطار عیاردار با بهترین خدمه و امکانات از شما پذیرایی میکنیم تا سفر جذاب و لذت بخشی در کنار بقیه دوستای خودت که عضو خانواده بزرگ SPFN داشته باشی. همه چی برام عجیب بود. اون مرد، اون قطار، اون شب سرد برفی. مرد گفت یه لحظه این فانوس رو نگه دار. گرفتم. یه برگه درخواست بهم نشون داد. فرستنده خودم بودم، گیرنده خدا. مرد گفت اینجا نوشته که به خدا گفتی خدایا از این زندگی تکراری خسته شدم. دوست دارم یه زندگی پر از هیجان رو تجربه کنم. دوست دارم بهم خوش بگذره. خدایا کمکم کن. نه، چیزی یادم نمیاد. یه قدم عقب‌تر رفتم و با سرم نشون دادم که تمایلی برای سوار شدن به اون قطار عجیب و غریب رو ندارم. مرد گفت بسیار خوب، هر طور مایلی، و سوار قطار شد و با تکون دادن فانوسش به لوکوموتیو ران دستور حرکت داد. قطار آروم آروم به راه افتاد. یه لحظه یادم افتاد که همین چند شب پیش دقیقاً به خدا اون حرفها رو زده بودم. اون قطار نمیتونست غیر از این که از سمت خدا باشه از جای دیگه اومده باشه، چون وقتی اون حرفها رو میزدم تنها تو اتاقم بودم. خودم بودم و خدای خودم. من تصمیم گرفتم سوار شم و با نهایت سرعت دویدم و میله های درب ورود به قطار رو گرفتم و سوار شدم. به به، درود به روی ماه عزیزای دلم. عجب روزیه، عجب روزایی رو داریم میگذرونیم. صبحتون جانان طلایی باشه عزیزای دلم. خیلی خوش اومدین، خیلی خوش اومدین نازنین من. درود به روی ماهتون، صبحتون جانان طلایی باشه. خدا قوت. همین شروع لایو همه برای خودشون کف بزنن، تبریک بگم به خودشون. آفرین، آفرین که تا روز 14 که امروزه جانانه پاکار بودی. جانانه با هر باگی که داشتی بودی، سعی خودتو کردی. دمت گرم، خدا قوت بهت. خیلی خوش اومدین، خیلی خوش اومدین، خیلی خوش اومدین. الهی 100,000 مرتبه شکر، الهی 100,000 مرتبه شکر. آره، قطار در حال حرکت، گاهی با عشق وای میسته. اگر یاری بخواد سوار بشه سوار میکنه، با عشق دعوت میکنه، با عشق. دعوتاش هم دلبرانه است، دعوت کردناش هم معمولی نیست. دعوت کردناش هم از جنس دلبر جان عیار داره، دعوت کردناش هم عیار داره. قشنگه این خانواده، کاراش جانانه است، کاراش بی‌نظیره، تکه. این قبیله روزی جهان با انگشت نشونش میده. خیلی خوش اومدین، خیلی خوش اومدین. الهی شکر، الهی 100,000 مرتبه شکر نازنینم. یه دقیقه من کامنت های شما رو بخونم و شروع کنیم. امروز روز جمعه است، میخوایم کیف کنیم.
آره عزیز دلم، آره عزیز دلم. خیلی خوش اومدین، خیلی خوش اومدین، خیلی خوش اومدین. هر چی بگم خدا قوت بهتون کمه. خیلی خوش اومدین. الهی شکر، الهی 100,000 مرتبه شکر. نازنینم دیروز تمرین چطور بود؟ جانانه رفتین تو دلش؟ اون جدول تمرینا رو که باید امتیاز به خودتون بدین خوشگل داری امتیاز میدی؟ با عشق امتیاز بده که بعد از پایان این چالش نقاط قوت، نقاط ضعف تو شناسایی کنی، دوباره تکرارش کنی. اون جدوله رو خوشگل پرش کن، نترس. هر جایی باگ داری خوشگل بنویس، ایرادی نداره. امتیازتو بده، نترس. یه جای امتیازی کم گرفتی بنویس، کمه رو بنویس، اب نداره. داریم تمرین میکنیم که یک آدم بهتری از خودمون بسازیم. همین، مسابقه نیست که. زمین تمرین عزیزای دلم. خیلی خوش اومدی. الهی 100,000 مرتبه شکر، الهی 100,000 مرتبه شکر. فدای سرت، خیلی باگ داشتی. اصلا مسئله ای نیست. باگ داریم هممون که اینجاییم دیگه، اومدیم تمرین کنیم که بهترش کنیم. چیز عجیب غریبی نیست. همین که قبول میکنی خودش یه برده برای خودت عزیز دلم. همین که نسبت بهش آگاهی سعی میکنی درستش کنی. آره خودخوری نداریم. خودخوری تعطیل. خودخوری کار شیطانه، کار نجواهای ذهنه. دلبر نمیگه خودخوری کن، دلبر میگه بابا جون درس رو بردار، خوب تمرین نکردی دوباره برگرد، سعی کن. باگ داشتی برگشتی، بازم قرار نیست 100% تو اونو بتونی انجامش بدی. سعی کن یه کوچولو اندازه چیز مورچه بهتر باشه. سعی کن. پس حواست باشه گفتگوی درونی چه مدلیه، جنسش جنس دلبر جانه یا جنسش جنس شیطانه. میفهمی؟ اونجایی که داره به همت میریزه ترمز کن، اون دلبر جان نیست. اینا رو دارم بهت میگم که حواست باشه. باید با بشکن و سود تمرینا رو انجام بدی. خودخوری اینجا نداریم. اینجا مسیریه که فقط باید کیف کنی. باگم داری، باگتو شناسایی کنی، بازم کیف کنی. همین که قدرت پذیرش داری، آفرین، تشویق کن، دست بزن برای خودت. قدرتشو داری بپذیری. یه جرأت میخواد، یه جسارت میخواد. پس خودخوری نداریم. بسیار عالی. شروع کنیم که توکل به او میخوایم. روز 14 رو شروع کنیم. عجب روزاییه. قدرشو بدونیم. آره که قدرشو میدونیم. فقط یادآوری میکنه داداش یادآوری میکنه، چون این رو میشناسه. الهی 100,000 مرتبه شکر بابت همین لحظه که اینجا حضور داری. بابت هیچ چیز دیگه نه. همین لحظه اکنون. الهی 100,000 مرتبه شکر. ببندیم کامنت ها رو، ببندیم جانانه شروع کنیم. الهی شکر عزیز دلم. بسیار عالی. الهی به امید تو ای ارباب جهان. الهی به امید تو ای
دلبر جان، خودت ما رو بابای جون، قربون شکلت برم، خودت ما رو مثل همیشه خوشگل و ناز هدایت کن. ما روی اون قدرتی که داره نفسمون رو خوشگل میکشه حساب میکنیم، اونی که داره قلب ما رو میتپه روش جانانه حساب میکنیم. این قدرت چیه؟ این کیه؟ داره چیکار میکنه؟ خوابی بیداری، داری کار میکنی، ورزش میکنی، حیاتی ترین چیز بشر، بدونی که بهش فکر کنی داری انجام میدی جانانه. قربونت برم من. دلبر داره جانانه کار خودش انجام میده. خوشگل. خب حالا روی یه همچین دلبر جانی مگه میشه حساب نکرد؟ اونجا من فلان چیز رو میخوام بابا، اونجا من فلان خونه رو میخوام، فلان رابطه خوب، فلان بیزینس. اصلا یه جوکه. برای اون کاری نداره. کسی که داره نفس رو میکشه، قلب رو میتپه، حیاتی ترین چیز بشر، بعد خونه و ماشین و بیزینس و اینا که اصلا لوکیشن خونم عوض بشه، کشورم فلان، یه جوکه دیگه. اما این یه ایمان و توکل میخواد که دلبر بتونه برات انجام بده. من همیشه میگم این خواسته ای که تو داری باید اینجا کارت بکشی. چطور میری خرید میکنی؟ سفارش تو میدی ولی تا کارت نکشی بهت محصول رو نمیدن که. دلبر میگه سفارش دادی حالا کارتو بکش. کارت چیه بابا؟ ایمان و توکل، امید. داری تو کارتت؟ چیزی داری یا نه؟ اگه نداری برو بسازش، برو پرش کن. تو این کارت ما باید امید، ایمان، توکل باشه. بقیهش دیگه به ما ربطی نداره، چجوریش به ما چه. وظیفه دلبره. ما در راستاش قدم برمیداریم، حرکت میکنیم، اما به چه شکلی میخواد بده که دیگه. وقتی ما کارتمون پر باشه خوشگل میده، جوری میده که کلاه از سر عقل بشر بیفته. خیلی جا تو زندگیت شاید حواست نبوده، اما ایمان و توکل رو داشتی، با خودت یدک میکشیدی بدون اینکه اصلا خبر داشته باشی. تو رفتارت، تو قدمهات بود ایمان و توکل. کار راه میفته. یه سر بچرخونیم به گذشتمون نگاه کنیم، کجاها دستمون رو گرفت، کجاها بغلمون کرده، کجاها اون در خوشگله رو باز کرده واسط که اصلا فکرشو نمی کردی. اصلا دیگه روی اون قضیه فکر نمی کردی که این درست بشه، این دیگه درست نمیشه. اما از درون ایمان و توکل واقعی داشتی. اگر یه دوربین باشه که درونت رو بهت نشون بده میفهمی. شاید ازت سوال کنم بگی نه من اونجا چیزی، نه، تو رفتارت بود، خودت نمیدونستی. الان داریم تمرین میکنیم که آگاهانه این کارت رو پر کنیم، آگاهانه ایمان و توکل بیاری. مثل یه بچه ها رو ببینین تو راه رفتنشون ایمان و توکل رو میبینی. اصلا نمیدونه مفهوم ایمان و توکل چیه، تو ذاتشه. هنوز از ذات دور نشده. الهی 100,000 مرتبه شکر. امروز روز 14. آماده یه چیزی رو بشنوی؟ از روز اول به شما گفتم که روزی 9 تا داشته بنویس و ازش سپاسگزاری کن. روزی 9 تا و تکراری هم نباشه. روز دوم اومدیم 9 تا دیگه اضافه کردیم، گفتیم روزی 18 تا داشته هات رو، هر آنچه که داری، جوراب، شلوار، ماشین، کار، انگشتای دست، چشم، گوش، هر چی دمپاییته،
گفتیم روزی 18 تا، از روز دوم گفتیم روزی 18 تا داشته هر روز می‌نویسی، تکراری هم نباشه. یعنی 18 تا امروز داشته هاتو می‌نویسی و ازش سپاسگزاری می‌کنی، فردا 18 تا داشته جدید، پس فردا جدید، همینجوری ادامه میدی. امروز روز 14. از روز سوم اومدیم گفتیم که جون دلم، تا هم گفتی جونم. گفتیم از امروز روزی 6 تا دونه خواسته می نویسی. خوب گوش کن. گفتیم از امروز روزی 6 تا خواسته می نویسی. یعنی هر روز از روز سوم گفتیم هر روز 6 تا خواسته جدید. چه اتفاقی افتاد؟ تو روز 10 خیلی زبل بوده باشی، 11 دیگه کم آوردی، دیگه فکر میکردی، زور میزدی، دیگه چی میخوام. داشته ها تو ولی داری میبینی که چجوری مثل نقل و نبات تمامی نداره، سالها میتونی بنویسی. هر روز 18 تا چیه؟ 36 تا میتونی هر روز بدون تکرار بنویسی. این تکراری نباشه، هر روز اندازه سنی که داری میتونی بنویسی، چون انقدر داشته داری. سوال مهم، داشته ها تو همه رو همین الان بده، هر آنچه که داری، اون خواسته هایی که تا روز 10 11 دیگه کم آوردی رو بهت بدم. افتاد؟ گرفتی جان مطلب رو؟ این به اون معنا نیستش که تو خواسته نباید بخوای، تو باید خواسته بخوای. حرف چیز دیگری است. داشته هامون رو چرا نمیبینیم؟ اینقدر داشته هات رو نمیبینی که بابت همین چند تا چیزی که تو 4-5 روز دیگه کم آوردی. روزی 6 تا گفتیم خواسته بنویس، 4-5 روز بیشتر نتونستی بنویسی، کم آوردی، فکر میکردی دیگه روزای آخر چی بنویسم؟ تازه بهت گفته بودم جورابم توش باشه، لباس زیرم توش باشه، خونه، ماشین، هر چی میخوای تو خواسته هات باشه. کم آوردی. چی کار داریم میکنیم با خودمون؟ بعد میخوای نعمت بهت بیشتر داده بشه. چرا بچه ها؟ چرا باید بیشتر داده بشه؟ مگه ما این همه چیزی که داریم و سپاسگزارش بودیم؟ دیدیمشون، تحویلشون گرفتیم، قربونت برم، دفتر خوشگلم، موبایل عزیزم، لیوان آبم، همینجوری یرخی زندگی کردیم. میبینی وقتی که سپاسگزار داشتهات هستی چقدر رنگ و بوی زندگی برات تغییر میکنه؟ بچه ها، مسیری که داریم میریم خیلی ساده است. بارها گفتم مسیر دلبر جان پیچیده نیست. حواست باشه که برات پیچیدش نکنن. خیلی ساده است. با همین تمرین ها امروز روز 14 رنگ و بوی زندگیت چه مدلی شده؟ کار عجیب غریبی کردیم؟ آپولو هوا کردیم؟ نمیدونم آجی ماجیا و ترجی کردیم؟ چیکار کردیم؟ هیچی. فقط داشته هامون رو دیدیم، قربونشون رفتیم و یه سر به جان زدیم، به دلبر. همین. داشته هامون رو ببینیم بچه. زمانی که داشته هاتو ببینی خواسته هات بدو میدون به دنبالت.
ببینیم، داشته هامون رو ببینیم، نعمت هامون رو ببینیم. اینقدر از صبح تا شب درگیر سوشال مدیا، همش ریشش از اونجاست. فیلم ها، رسانه ها کاری میکنن که تو داشته هات رو نبینی، همش درگیر نداشته ها، نخواسته هات باشی. و این چه اتفاقی میفته وقتی تو بیفتی توی اون فضا؟ هر لحظه داری چه فرکانسی رو میفرستی، چه ارتعاشی رو میفرستی، چه باوری هر لحظه داره درونت شکل میگیره، چه احساسی درون تو داره به وجود میاد. وقتی که همش درگیره، همش تو مقایسه میفتی، اینو من ندارم، اونو چرا من این اتفاق افتاد، همش نخواسته ها نداشته ها، نخواسته ها نداشته ها. اصلا گم کردی، این همه داشته رو نمیبینی. اونجایی که میام میگم از ناشکران گرفته می شود، دو دستی به شکر گزاران داده می شود، بچه ها خود حقیقته. خود شما زمانی که یه کادو برای یکی میگیری، اگه خوشگل ازت سپاسگزاری نکنه، باش کیف نکنه، کادوی دوم براش میگیری؟ نه، توف هم کف دستش نمیندازی. اما زمانی که یه کادو میدی به یه کسی، طرف میبینه ذوق میکنه و هر دفعه تو رو میبینه ازت سپاسگزاری میکنه، دوست نداری کادوی دومو بهش بدی؟ آخ که چقدر به جونم چسبید، یه کادو دیگه بهش بدم، چه حالی داد. دلبرم همینه. زمانی که سپاسگزار باشی، ذوق کنیم. بچه ها با داشته هامون ذوق کنیم. زمانی که ذوق میکنی، واقعی معدا، خودت میفهمی. اون موقع خواسته هات میدون به دنبالت، دیگه نمیخواد تو دست و پا بزنی، فقط تو مسیر با بشکن و سود باید حرکت کنی. چون آقا، بچه ها، سپاسگزاری کاری میکنه که فرصت ها رو ببینی، چون تو رو میبره توی یک فضای دیگه. ببین دارم از چند زاویه میام سمتت، یه جایی بگیری جان کلام رو. سپاسگزاری کاری میکنه در جهان درون اتفاقی میفته که تو فرصت ها رو میبینی، ایده ها رو میبینی، دست ها میان سمتت به تو کمک کنن که به اون خواسته برسی، به اون هدفه برسی. کی این اتفاق میفته؟ زمانی تو سپاسگزاری. جهان میگه این لایقشه، به این ندیم به کی بدیم؟ این قدردانه، این مثل چیز سرشو نمیندازه پایین بره. این تک تک نعمتاشو همین صبح که چشم باز میکنه میگه ای قربونتون برم خدا جو، الهی شکرت که میبینم یه روز دیگر رو، الهی شکرت بابت این صورت نازنینم. خب این آدم خدا وکیلی لیاق، اگر تو باشی خدا، تو به این حلواش نمی کنی؟ تو خدا یه آدمی که اینجوری داره سپاسگزاری میکنه، کیف میکنه، ذوق میکنه با داشتاش، بهش بیشتر نمیدی؟ آف کورس که میدی. خیلی کودکانه داریم حرف میزنیم ما، چون جان کلام تو همین کودکانه است. خوشگلتر درونت میفهمه. قلم به سلم به صحبت کردن مال اینجاست، خاطرشو من نمیخوام. خیلی کودکانه است این مسیر، چون ایمان کودکانه میخواد. باید بچه بشی تو این مسیر، اون ذوق بچگی رو بیاری. صبح بیدار میشدی به پر میکردی سر جات، آخ یه روز دیگه برم بازی کنم. اون ذوق کو؟ اونو بیار تو زندگیت. تو این تمرین ها آوردیم دیگه، با بشکن و سود میگیم برو
دستشویی رقص کنان برو، جلو آینه وایسا اونجوری صحبت کن. تو دلش نکته است، تو دلش رازیه. تو همین چالش 18 روز موزیک رقص کنان 5 صبح برات گذاشتیم، ساختیم مخصوص که با بشکن بیدار شی. مثل همون بچه‌ای که تا چشم باز میکرد بدو بدو میکرد تو رخت خوابش، میپرید رو تختش، پتوها رو اینجوری بازی میداد. اینم همونه. موزیک رو پلی کن، برقص باش، استارت خوشگل بزن. بس اینقدر ادا آدم بزرگا رو در نیاریم. این همه سال در آوردی، کجا رو گرفتی؟ برای بازی بیرون خودت برو ادا آدم بزرگا رو در. اب نداره، برای بازی بیرونت برو، اما در روز یه ذره خلوت کن با اون بچه، به پرتو داشته باش. شادی رو بیار درون، شادی رو بیار درون سرزمین وجودت. سپاسگزاری رو بیار. وقتی سپاسگزاری میکنی جهان درونت غوغایی به پا میشه، هیچ ربطی به بیرون نداره. ما از سپاسگزاری کمک میگیریم که اون شعله رو درون صحبت روشنش کنیم. از همون اول صبح معجزه خوشگله از درون اتفاق میفته، نه از بیرون. تمرین روز 14. الهی که اینو درک کرده باشی که داشتهات چقدرن، درخواست و خواستهات چقدر، و تو داری از صبح تا شب چجوری به هم میریزی بابت همین چند قلمی که میخوای. نمیخوام بگم نخواه، تو باید بخوای. کار دارم، بذار تو روزهای آینده یقتو میگیرم. تو باید ثروتمند بشی. ثروتی هم که میگم داستانش فرق میکنه. ثروتی که میگم فقط پول نیست، همه چی یه پکیجه که ما همشو میخوایم، میرسیم بهش. این صحبتی که دارم میکنم جان کلام چیز دیگه است. این به اون معنا نیستش که تو خواسته ها رو ولش کنه، نه، اشتباهی حرفا بر نداری. حرف اینه که تو چرا داشتهات رو نمیبینی و نسبت به این آگاه باش. بابا این همه نعمت داری، ببین نعمتاتو. اینقدر ذهنتو از صبح تا شب برای این چند قلم خواسته ها نبند. اینا اصلا به گرد اون داشتهات نمیرسن. اوکی، حالا فهمیدی، نسبت بهش آگاه شدی، برای خواسته ها قدم بردار با حال خوب. سپاسگزار داشته ها باش، اینا هم پشت سر هم میاد. شرایط موقعیت جوری رقم میخوره که بیان سمتت. زمانی که تو سپاسگزاری یه سری اتفاقها میفته، یه سری اتفاقها پشت پرده، به تو هم هیچ ربطی نداره، او کارشو میکنه. معجزه خوشگله تو دل این اتفاق میفته. چون از یه جایی به بعد تو فقط کافیه که تو این تمرینا رو، این سپاسگزاری رو واقعی بیاری. پشت پرده کار خودشو میکنه، به تو هم ربطی نداره چجوری. بریم جلو. الهی 100,000 مرتبه شکرت بابت این لحظه. از امروز هیچ کلام منفی رو استفاده نمی کنی. سعی کن هیچ کلام منفی رو استفاده نکنی. استفاده هم کردی خودخوری نمی کنی، فقط نسبت بهش آگاه میشی که بهترش کنی. مثالم که زدیم توی تمرینات، خیلی حواستون به این نکته باشه چون مهمه. از امروز تا این تمرین بی‌نظیره. از امروز تا پایان چالش 18 روز بهترین لباستو میپوشی، خوشگلترین لباست رو، بهترین عطرت رو میزنی، بهترین کفشت رو میپوشی، همونایی که قایم کردی برای مهمونی ها بپوشی، برای دوست دخترت، دوست پسرت، خودت میپوشی. یه سر بزن ببین زمانی که خودت تنهایی تو خونه چجوری لباس میپوشی.
اینا رو دارم بهت میگم که خودت رو شناسایی کنی، ببینی با خودت داری چجوری رفتار میکنی. زمانی که تو خونه ای تنهایی چه مدلی لباس میپوشی، چجوری خودتو تحویل میگیری، تو چه بشقابی غذا میخوری. خوشگل ترین ها رو برای خودت بخواه، خوشگل ترین لباس رو میپوشی. به خودت برس تو خلوتت. چرا وقتی تو خلوتت هستی مثل بذار من یه ذره آروم برم امروز، تند نرم. خودت میترسی تو آینه خودتو نگاه کنی، همین که میخوای بری مهمونی یا یه قراری داری تازه میری آرایش میکنی. چرا تو خلوتت به خودت نمیرسی؟ تو خلوتت به خودت برس، بیرون هم برس. ولی تو خلوتت خودت رو تحویل بگیر. تو خلوتت این تمریناست که متوجه میشی واقعا عاشق خودت. یعنی تمرین عزت نفس ها. تمرینیه که مچ خودتو بگیری. یا چجوری دارم خودم رو تحویل میگیرم؟ آیا الان تنها هم تو خونه، همین الان یه کسی بگه میخوام بیام، آیا من باید کار خاصی انجام بدم؟ بدو نه من آماده نیستم، یه ذره دیرتر بیا. و تو الان چه غلطی میکردی تنها بودی؟ چرا برای خودت پس کاری نکردی؟ خوشگل نکردی واسه خودت؟ کی از خودت بهتر؟ کی از خودت عزیزتر؟ یه جوک شده امروز برامون. نه حالا راحتیم دیگه، پس چرا بقیه میان اونجا راحت نیستی؟ برای آدم ها زندگی نکنین. زمانی که برای آدم ها زندگی کنی تو دیواری ها. بعد میگی چرا من کارم راه نمیفته، چرا همش رابطه‌ام به بنبست میخوره. آخه چرا نخوره؟ جان رو تحویل نمیگیری تو خلوتت، فقط بزکش میکنی برای بقیه. اون لباسایی که شلوارک گشاده رو تو خونه میپوشی، تا میخواد یه کسی بیاد میری اون شلوارک خوشگلا رو میپوشی. بریز دور، آتاشخالاتو بریز دور. چیزی رو که جلوی بقیه نمیپوشی رو چرا تو خلوتت میپوشی؟ حالا یه زمان هستش که یه لباس آزادیه، یه کسی میاتش باید یه لباس پوشیده تر باشه، اون یه داستان دیگه است. حرف من چیز دیگه ایه. میگم بهترین لباس تو خلوت بپوش برای خودت، تحویل بگیر خودت رو، تو بهترین بشقاب غذا بخور. مهمه اینا بچه ها، اینا مهمه. این تمریناست که خودت رو شناسایی میکنی. تو دل این تمرینا عاشق این تمرینه هم من. تمرین شماره 3 همین صبحی داشتم لباسا رو تا میکردم. لباساتون رو بچه ها با عشق تا کنین، باشون حرف بزنین. بچه ها ما از تک تک این تمرین ها داریم استفاده میکنیم که اون شعله درونمون روشن بشه. تک تک این تمرین ها وقتی انجام میدی با جانت، با این زاویه دیدی که داریم راجبش صحبت میکنیم، درونت احساسی به وجود میاد و اون احساسه داره شعله ای رو روشن میکنه، دکمه ای رو میزنه، دکمه ای که خاموش بوده در همون جای پنهان درونت. کل این تمرین رو داره این کار رو میکنه. ما این تمرین ها رو به عنوان ابزار داریم استفاده میکنیم که اون اتفاق خوشگله در جهان درونمون رخ بده. تا میکنی لباساتو باشون حرف بزن. قربونت برم پیرن خوشگلم، میدونی عکسه من تو رو دارم عزیز دلم، چه عکس خوشگلی اون عکسه بود که باهات دارم. حرف بزن باهاشون حرف بزنیم، بهشون شخصیت بدیم. به لباساتون من میخوام اون احساسه به وجود بیاد. نکته کلیدی بود، نکته مهم بود. به لباسات شخصیت بده.
باشون صحبت کن عمیق. تا میکنی قربونت برم جوراب عزیزم، اگر نبودی تو چقدر سخت بود کفش پوشیدن تو سرما. کاپشن عزیزم الهی شکر دارمت، چه جاهایی تو تن منو گرم کردی، دمت گرم قربونت برم، حواسم هست من قدر تو رو میدونم. و تمام این جمله ها داره آتیشی روشن میکنه، داره احساسی به وجود میاره. من با این کار دارم. کل داستان این احساسیه که تو داری با این تمرین ها دکمش رو میزنی. خب زمانی که با این حال امروز صبح با این تمرین رخت خوابتو جمع کردی، لباساتو این مدلی تا کردی، باشون حرف زدی، خب بیای بیرون مگه میشه سبز درخته برات رنگش فرق نکرده باشه؟ مگه میشه صدای پرنده رو یک جور دیگه ای نشنوی؟ امکان نداره. مگه میشه نوع سلام کردن تغییر نکنه؟ با ذوق میگی، با ذوق تحویل میگیری آدم ها رو. ببین چه کار میکنه این تمرین ها. زمانی که تو انجامش میدی اون احساسه به وجود میاد، دکمش رو میزنی، تا شب تو یه آدمی دیگه هستی. اما امان از اون روزی که این تمرین ها رو غافل بشی، برمیگردی سر خونه اول، چون ابزاری رو استفاده نکردی، دست خالی میزننت. نجوایزن میزنتت، دستش پره. این ابزارا وقتی که کنارت باشه ازش استفاده کنی اصلا اون زورش نمیرسه، اون زورش نمیرسه. میگن نرین ها، این پره ها، این وسیله همراهش اصلا نرین، میزنه، الان اصلا نمیشه سمتش رفت. به محض اینکه غافل میشی اونا تازه بهت حمله میکنن، میگن الان وقتشه. برای اینه که لحظه‌ای نباید از خودمون غفلت کنیم. تمرینا رو بیارین تو زندگی جانانه بچه‌ها، جانانه. الهی 100,000 مرتبه شکر، الهی 100,000 مرتبه شکر، الهی 100,000 مرتبه شکر که امروز هم کنار هم بودیم. حرف آخر، چنان روزی رسان روزی رساند. به بزرگیتون قسم بچه، چنان روزی رسان روزی رساند که 100 عاقل از آن حیران بماند. اون زورش میرسه بچه، فقط با جان، با ایمان، با توکل قدم برداره. این تمرین ها با عشق دارم در گوشت فریاد میزنم. خودم دارم عاشقی میکنم، منتی نیست، اما براش خیلی زحمت کشیده شده که توی نازنینم یه جا بیدار شی، یه جا آدرس مخصوص خودت رو بگیری. با جانت باش نازنینم، با جانت باش، با عشق تمرینا رو انجام بده. دلبرم هدایتت میکنم. خیلی مراقب خودتون باشین. تک تک شما فرشته های نازنینم رو به دستان پر نعمت و برکت دلبر جانم میسپارم. بچه ها امروز پرقدرت، با نیت خیلی مهمه. نیت خیلی مهمه بچه ها. با نیت قدم برداره. الهی به امید تو بگو و روزتو شروع کن. میبوسمتون. برای عضویت در قبیله بزرگ و عیاردار SBF به سایت sangarzade.com مراجعه کنید.